من به سوال قبلی برمیگردم که به حوزه نفت برمیگرده. در حال حاضر به طور روزافزون ما چالش‌های کارگری رو می‌بینیم. در حوزه‌های مختلف تعداد این مبارزات گسترده است. یعنی در روز شاید 10-12 تا یا 50 تا تظاهرات و نارضایتی این تو گوشه و کنار جامعه ایران آدم می‌بینه و میشنوه. تو این تاریخ 33 ساله شکافی بین کارگرای ایران به طور کلی و کارگرای نفت به طور مشخص افتاده. دلیل چیه؟ چرا کارگرای نفت تو نارضایتی‌های اخیر دخالتی ندارن، مثل نقشی ندارن؟ علت چیه؟ در درجه اول نظر منه دیگه، در درجه اول اختناق و دیکتاتوریه. بس همین دوره ما که بودم خصوصا هر قسمتی که 2 نفر از طرف ساواما نامه گذاشت که کسی حرفی میزنه پناه بزنه بره فقط گزارش بدن. در درجه اول به نظر اختناق وحشتناکه، چون تو محیط کارگری با محیط بیرون خود فرق میکنه. چون محیط کارگری هم دیگه رو میشناسن. یعنی بعد وقتی بحث میکنم آقا مارکس گفت این ما باید این کار بکنیم یا اون گفت فلان، فوری گزارش میره، فردا میره عقیده میگیرن. ولی تو خیابون برای همین که توده های مردم عادی جلوتر میتونن برن، میتونن اعتراضاتشون سریعتر راهپیمایی میکنن نشون بدن، ولی تو خیابون اینطوری نیست، شناخته شده نمیشن. حالا این یک اشکالی که اختناق سرکوب و وحشتناک هستش. نکته دیگه اینه که اینا همه قسمت ها رو گرفتن خصوصی کردن. توی نفت حالا من صحبت میکنم، یعنی وحشتناکه. حالا جای شما زندان مصدق، برای که نفت یک زمانی میگفتن ملی کردن مردم خوشحال بودن، الان اومدن پروسس گرفتن خصوصی کردن. آقا یک زمانی قسمت‌های تولیدی دولتی بود، باقی قسمت‌ها که چیز خصوصی بود، که ولی الان اون قسمت تولیدی رو هم گرفتن تخصصی کردن. بعد 80 روزه کردن اسمش رو گذاشتن کارگر پوششی. در حال به محض که کوچکترین حرکت میکنن فوری اخراج میکنن. بعد چون وام هم میدن و نمیدونم خب اخراج خطرناکه براشون. اینه که یکی از دلایلش اینه که همه استخدام موقت هستن. بعد بدترین شکلش اینه که مثلا تو اروپا یک زمانی میگه حزب طرفدار سرمایه‌داری قدرت میگیره، یک زمانی هستش که حزب طرفدار سوسیالیسم قدرت میگیره، یک زمانی هستش که طرفدار حزب چپ قدرت میگیره. اینه که اینا در واقع اونی که حزب سرمایه‌داری قدرت میگیره در واقع نماینده سرمایه‌دار، یعنی خود سرمایه‌دار نیست. ولی ایران اینجوری نیست. مثلا وزیر نفت خودش قسمت پالایشگاه رو میخره، وزیر نمیدونم بهداری یه قسمت بهداری رو میخره. یعنی در این حالی که یارو وزیر هستش، دولتی هستش، خودش هم سرمایه‌دار اصلی هم هستش. اینه که منظور میگه با این چیزا همه رو خصوصی کردن. بعد بخش اعظمش هم دست پاسارا افتاده. اینه که تمام چیز وحشت انداختن توی کارگرها. بعد در صورتی که اگر به نظر من متحد بشن، متشکل بشن، خیلی راحت میتونن اینا کنار بزنن. مثلا فرض کنید کارگرای بیکار نباشن فقط اعتراض کنن، اعتصاب کنن، حتما که 6 ماه حقوق نگرفتن بعد منتظر باشن، چون 6 ماه منتظر بعد بیان اعتراض کنن، اعتصاب کنن. در صورتی که اون کارگرایی که حقوق هم میگیرن یا حتی اونایی که حقوق سرشون، اونا باید با هم دیگه اعتراضشون اون موقع بکنن، اون موقع متاثر اثر بذاره و بعد عقب نشینی کنه دولت. وگرنه به این صورت همیشه بذارن تا اون موقع یه مرتبه تظاهرات را بندازن، متاسفانه کار به جایی نمیرسه. خب گفتی که یکی از دلایل این که شکاف بین کارگرای ایران به طور کلی و کارگرای شرکت نفت به طور مشخص افتاده دیکتاتوریه. نه واقعا دیکتاتوری تو این جامعه هست و شکی نیست. منتها ما کارگرای پتروشیمی رو داریم. کارگرای پتروشیمی ایران تو یه محیطی کار میکنن. یک کارفرمایی هم بالای سرشونه، پشت این کارفرما جمهوری اسلامی قرار گرفته. ولی کارگرای پتروشیمی مثلا برای نمونه میگم، از این تیپ چیزا خیلی زیاده. کارگرای پتروشیمی خط قرمز رو روی خط قرمز تجاوز میکنن، میرن جلو، روی قانونکار حرف میزنن، بر مطالبات خودشون تاکید میکنن، اعتصاب میکنن، دست از کار میکشن. اینا هست. بنابراین اگه تو شرکت نفت دیکتاتوری هست،
خب تو پتروشیمی هم باید باشه دیگه، همینه. یعنی آسمان هر دو طرف یه رنگه، یه حاکمیت وجود داره، یه کارفرما وجود داره، یه سیستم. بنابراین شاید این البته پتروشیمی که مثال زده اینطوری هم که نیست. پتروشیم بازم به خاطر حقوق بود اعتصاب کردن، حقوق نگرفتن کار کردن، ولی پالایشگاه حقوق میدن. افزایش دست و مزد. ولی پالایشگاه میدن. اگر اونام نندو گوش باشه خب میرم تو خیابون دیگه. اینی که من زیاد نمیخوام توی بحث چون ممکنه که نوعی صحبت نوعی طور بشه که وقتی بعضی کارکنان وقت اول خودش چیزی گفته. در حال اونا هم همینه، اشکال کار در همینه. وقتی که چیزی به جای برن بازار کار تماس بگیرن با بچه پالایشگاه، برن پیدا کنن، تماس بگیرن. ما چیکار کرده بودیم؟ برن تماس بگیرن با کارگرای دیگه. وزارت کار رفتن، جلوی مجلس رفتن هیچ دردی رو دوا نمیکنه، بلکه سرکوب هم میشن که هیچی. یک روش مسئلات آمیزه به نظر من. باشه اینه که پالایشگاه یک زمانی اعتصاب میکنه که مطمئن باشه که پیروز میشه، مطمئن باشه پیروز میشه. تا اون زمان که تو هم سیاسی مثلا میشه، تا زمانی که مطمئن نشه پیروز بشه این کارا نمیکنه، غیر از که بهشون حقوق ندن که احتمالاً اونا به اون روزم میرسن، چون همه چیز خصوصی شده، یواش اونجا میشه. تو یکی امروزه، یکی فردا، یکی 2 سال دیگه، ولی اونجا به اونجا من مطمئنم به اونجا میکشه، ولی که اینطوری درد و دوا نمیکنه. در حال رفیق علی، علاوه بر جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ضد کارگری، ضد تشکل کارگری، تو درون طبقه کارگر و درون جنبش کارگری ایران یک گرایشاتی عمل میکنه. این گرایشات شکل سکتاریستی به خودشون گرفتن و اینام بگونی موانع سر راه سازمانیابی موانع راه انداختن که کارگران نتونن وحدت خودشون حفظ کنن. سر این چیزا، این گرایشات بعضاً به گونه گنده میشه که اختلافات محوری میشه، وحدت طبقاتی حاشیه‌ای میشه. دلیل این چیه؟ این سکتاریزم از کجا به درون این جنبش سرایت کرده؟ علت چیه؟ البته پاسخش رو دیگه تو خودم کارگرم خودم این مشکلی دارم، ولی من معتقدم که در حال این سیستم ایران این کارو میکنه دیگه. یعنی بدون که کارگران خودشون متوجه باشن به عناوین مختلفی سعی میکنه که بینشون اختلاف بندازه. یکیش همین سکتاریستیه. اینو ریشتر سیستم داره به نظر من. الان همین که میگم که بحثایی که تلویزیون کارگری به نفع طبقه کارگر حرف میزنن صحبت میکنم، اینا میتونه اطلاعات و آگاهی بده که دست از این کارا بردارن که باعث شکستشون نشه. ولی من تو سیستم میبینم این اختلافا رو میندازه توشون. یعنی بورژوازی که رخ نمیکنه در اون، مخصوصا استبدادی مذهبی که به بهانه مذهب، به بهانه که این بهتره اون بدتره، در حال این کمونیستا اینطوری میکنن یه همچین شکلایی در حال میندازن، کار میکنن. یعنی روز شب روز دارن کار میکنن، نشسته نیستن. وقتی الان همه جا خیلی جا دست پاسدارا افتاده، شوخی نیست که. به نظر من این ریشه از اونست که این بلا رو به سر این کارگرا میاره که با این چیزای خیلی کوچیک متحد نشن. خب فعالین کارگری در طول این تاریخ به طور دائم مداوما بر وحدت طبقاتی تأکید کردند. به درست بر تشکل‌های ایجاد تشکل‌های کارگری تأکید کردند. سر این قضایا زندانی کشیدن، شکنجه شدن، هزینه‌های هنگفتی رو متحمل شدن. مشکلات فراوانی برای خودشون و خانواده‌هاشون به وجود اومده. منتها کارگرها به طور عام چرا پشت این خط و خطوط، این جهتگیری که فعال کارگری جلوش انداخته نمیانن، پشتشو نمیگیرن؟ اگه فعال کارگری به خاطر جنبش کارگری زندانیش میکنن، شکنجهش میکنن، اذیتش میکنن، بله، من که یه گوشه جامعه کارگرم و نشستم، چرا
اینو به وظیفه خودم نمیدونم، به استقبال این نمیرم. دلیل چیه؟ چرا این گرایشات، آیا این گرایشات که نمیذاره من و شما متحد بشیم چیه؟ دلیل چیه؟ واقعا چه نکته درست اشاره کردید. ببین یه روزی آقای عبدالله موادی مساوی داشت که آره این کشتی چرا هر دفعه چیز میشه، یه دی قهرمان میشن، جهان میشن، خودشم 5 سال قهرمان جهان بود، بعد یه دی دیگه با چند سال اتفاق به تویی که دیگه بیاد. بعد دکتر جالبی گفت که ورزش ما دیمیه. یعنی چی؟ مثل کشاورزیه. کشاورزی دیمیه. مثلا تو شمال اگه یه وقتی بارون نیاد زمین خوش میشه، اگه بارون بیاد که مردم به نونوایی میرسن، برنج خوب میشه، نمیدونم گندم خوب میشه، این صحبت. توی سیاست کشور استبدادی و دیکتاتوری سیاستش هم متاسفانه اون انقلابی اونشون میخوام بگم یه خورده دیمی شده. یعنی هر دوره یک عده میان، بعد پرچم هم میگیرن، مبارزاتی میکنن، بعد خب متاسفانه بعد اتفاقی میفته، شکست میخورن و به خاطر همین قضیه هستش که کارگرها خودشون عقب بکشونن نسبت به نماینده هاشون که انقلابیونشون که اینا رو جمع جور کردن، پرچم کردن، مبارزه کردن، پیروز هم شدن. بعد اینا بعد در یک مقطع یه مرتبه اینا عقب میشن. عقب میشن به نظر همین بازم به چیزی که رژیم استبداد دیکتاتوری یکی از دلایلش هم همینه دیگه، که تا اونجا که امکان داره بتونه که تا چرا نمیشن. خود سوال منم هست. من خب ما دیدیم مثالی زده بودم سال 59 اومدم ما را زندان آوردن بیرون به اون شکل، ولی 60 به بعد یه مرتبه هیچ خبری نیست. چرا؟ از بس که اینا رو تلاش میکنه رژیم های استبداد دیکتاتوری نامید کنه کارگر رو با نماینده خودش رو، بعد بینشون اختلاف بندازه. به خصوص که خود نمایندگان با حواسشون باشه که خود من اشتباه داشتم که خودشون هیچ وقت با بدنه جدا نکنن، با بدنه نگه دارن تا این اتفاقا نیفته. یعنی بتونن کارگر رو آگاهی بدن تا موفق بشن. مثل اینکه برنامه داره به اتمام میرسه. بعدم نیست بسیار که تو 5 دقیقه وقت 5 دقیقه وقت داریم و سوالای من خیلی وسیعه. تا سوال خوبی هم بوده. تا من به 4 سوال پرداختم. حدوداً 30-40 تا سوال برام مونده. عجب. تو این فرصت نمیشه به تمام این سوالات پرداخت. سوال آخرم اینه که مثلا ما تشکل‌های کارگری رو داریم الان، زیر چتر جمهوری اسلامی نیستن. کمیته هماهنگی، شرکت واحد و اتحادیه آزاد کارگران ایران و نمیدونم کمیته های دیگه، نهادهای دیگه ممکنه باشن. من نساجی بود بله. این تشکل‌ها مثلا شرکت واحد در محدوده تهران و حومه مونده، در صورتی که میتونه شرکت واحد شعبه های خودش رو در تمام شهرهای ایران بزنه و درصد بالایی از طبقه کارگر ایران رو متشکل بکنه. چرا این تشکل محدود به تهران و حومه مونده و تکون نمیخوره، شعبه هاشو تو شهرهای دیگه نمیسازه؟ چرا کمیته هماهنگی که به درست رو تشکل‌های کارگری حرف میزنه، صحبتاش واقعا طبقاتی و مستقله، تعدادش از اینی که اول بود بیشتر نمیشه، در صورتی که ما صف میلیونی بیکاری داریم، لشکری از کارگران شاغل رو داریم، بالاخره کارگران فصلی رو داریم، یعنی اکثریت جامعه ایران کارگر و زحمت کشه. چرا پشت این تشکل‌ها اینطوری محکم نیست؟ خالی میشه. ببین همون سوالی که من یه مرتبه یادم اومد که وقتی که ما کمیته تصاوی داشتیم تازه داشتیم شروع میکردیم
یاد می‌گرفتیم، یادم افتاد تازه شروع می‌کردیم که باز کنیم بریم جلو. مثلا با بانک مرکزی تماس گرفته بودیم، رفتیم بود اونجا سخنرانی کردیم، آقای انیسی اونجا سخنرانی کرد، بعد من اونجا بودم، بعد که اتحاد برقرار کنیم بهشون گفتیم تمام اونی که پول ملک خارج میره با جلوش خط بگیم پول خارج نکنن، یا خب تو این کارو می‌کردیم. خب انقلاب که شد قطع شد. تو شورا خب بازم اون اشتباهی که کرده بودیم که گسترش به جای دیگه. اینا هم همین کارو میکنن، دارن اشتباه ما رو مرتکب میشن. صادقانه حرف بزنم، باید گسترش بدن، باید با بدن کار بکنن، باید نماینده‌ها برن بدن رو فعال بکنن. این جدا کردن خودشون با بدنه متاسفانه به مرور میبینی کم میشه، بعد پشتشون بر فعالین کارگری، فعال کارگری دقیقاً اینا باید فعال باشن توی بدنه. این خیلی مهمه. تو بدنه جنبش کارگری. دقیقاً منظورم همینه. آره. بله. حتی حالا بعداً بعداً بیشتر سعی می‌کنم توضیح بدم که جریان اینا چیه. در حال این منظور دیدین که فعال کارگری بیش از 2 دوره رو پستی بمونه دقیقاً کونه میشه، قدیم میشه، شخصش اول میشه، با بدن دیگه تماس نمیگیره چون مشغول دیگه مثل مدیر میشه. بعد اینی که بهترین شکل اینه که عوض کنن، این نیروی جدید بیارن. همین آوردن نیروی جدید مثلا فرض میکنه که یک جایی که 100 تا کارگر هر دفعه یکی بیاد، اون 100 تا میشه 200 تا، 200 تا میشه 300 تا. این شکل کارها رو باید انجام بدن تا پیش بره، وگرنه 4 نفر 5 نفر نماینده بشه تا آخر بمونن، همون میشه امپراتوری میشه. حالا البته نه که اینا دیکتاتوره، ولی منظوره که اون خاصیت مبارزاتیشون از دست میره. بله. بینندگان عزیز، من یه نکته می‌خواستم برای چیز بگم. بله. بینندگان عزیز، اینجا وقتی بیشتر امروز نداریم که بیشتر از این خدمت رفیق علی باشیم. حقیقتا این تاریخ شفاهی جنبش کارگری ایرانه، به همان طوری که قبلا هم تاکید کردم. این برنامه یه زنجیره برنامه است که اولینش الان و در آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد و خوشحالم که نقطه نظراتتون رو داشته باشیم و به پخته کردن این بحث کمک خواهد کرد. رفیق علی رو در برنامه‌های دیگه به این بحث دعوت خواهیم کرد و رفیق علی خسته نباشید. اگه حرفی در نهایت داری. خیلی متشکرم از خواستم. فقط یه نکته می‌خواستم، من یه 3 خط انشا نوشتم برای انسان‌های واقعی، انسان‌هایی که من عاشقشون هستم. حالا انسان‌هایی که هستن، انسان‌هایی هستن روشنفکرای سیاسی هستن، روشنفکر سیاسی چپ هستن که به نفع طبقه کارگر دارن کار میکنن. همین الان شما دارین همه زحمت میکشید به نفع طبقه کارگر، آگاهی دار میدین. ما اگر سال 50 هم میگم این آگاهی می‌داشتیم حتما موضوع عوض میشد. در حال دانشجو انسان‌هایی بودن که دانشجو بودن تو آمریکا، دانشجو بودن تو اروپا، دانشجو بودن تو ایران. وقتی که مقطع انقلاب شد همه ول کردن اومدن به خاطر که انقلابو روش بدن، انقلابو به نفع طبقه کارگر حرکت کنن. من اینا رو میدیدم. بعد واقعا انسان‌های شریفی بودن، به جمهوری اسلامی نگفتن، در حالی که هر کدوم اینا با تخصصایی که داشتن، مهندس بودن، دکتر بودن، دانشجو بودن، با تحقیقی میتونستن تو جمهوری اسلامی اگر نه نمیگفتن مثلا میلیون پول داشته باشن و زندگی عالی داشته باشن برای خودشون. ولی جمهوری اسلامی نگفتن به خاطر طبقه کارگر، به خاطر از من عاشقشونم. برای همین یه 3 خط انشا نوشتم، با اجازه میخوام اینو بخونم، تقدیم کنم به این عزیزان. چه بانوانشون که میشناسم و چه تحصیلات عالی داشتن ولی به نفع طبقه کارگر همین سرمایه جمهوری اسلامی را نگفتن. در حال گذشت زمان در اعماق وجودم، در پریشانی روح پریشانم، در تار و پوتم آتشی شعله ور ساخته کر شعله‌اش، اساری از صدها هزار کینه و هزاران هزار عشق انسانی است. عشق به انسان، عشق به سرنوشت انسان، عشق به انسان‌هایی که امروز نان خوش را می‌خورند به جای نان با پنیر که خوش نیست. محضا پای در زنجیر زر نمی‌گذارند و در بیابان بی آب و علف امروز سبزه‌های فردای ایران را می‌کارند برای کارگران، برای زحمتکشان. یه جای نکته گفتم که کینه هم دارم، کینه به حکومت اسلامی دارم، به اون کینه دارم، به این جور انسان‌ها عاشقم. به نظام سرمایه‌داری. بله دقیقاً. به اون کینه دارم، به این جور انسان‌ها عاشقم. پس بینندگان عزیز، به کوتاهی برنامه رسیدیم و
ممنون از این که تا این لحظه با ما بودید. تو برنامه‌های دیگه در آینده نزدیک به خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. رفیق علی خیلی قربانت برم. مرسی. خسته نباشین. زنده باشین.